با درودهای گرم و خوش آمدگویی به شما دوستان گرامی که در این نشست شرکت کردید. در دوران حکومت اسلامی تشکل جمعیت دفاع از جمهوری و دموکراسی در ایران شاخه بلژیک را پیش از دیگر جریان‌های جمهوری‌خواه در دیگر کشورها پایه‌ریزی کردند. این جریان که یک تشکل جمهوری‌خواه، دموکراتیک و لاییک، ملی، فراحزبی و فراسازمانی بود، بیشترین خدمت را در راه دموکراسی به ایرانیان ساکن در بلژیک نمود و جنب سیاسی بلژیک را گرم و زنده نگاه داشت و کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های زیادی را برگزار کرد. تشکل امروز ما به یقین ریشه در همان تفکرات دیروزی دارد. چندین سال است که این عقیده و فلسفه در بین ایرانیان جهانی شده است. از پاریس تا برلین و استکهلم، از شهرهای آمریکا تا تورنتو، شهرهای دیگر کانادا، تشکل‌های زیادی در زمینه‌های جدایی دین و دولت، دموکراسی و جمهوریت به نام جنبش جمهوری‌خواهان دموکراتیک و لاییک در سطح جهانی توسط تعدادی از سیاسیون، آزادیخواهان و روشنفکران ایرانی تأسیس کرده و اعلام موجودیت می‌کنیم. امیدواریم که به زودی دوستان دیگری به جمع ما بپیوندند. این جنبش جمهوری‌خواه است و بر طبق اساسنامه خود بهترین شیوه اداره کشور را که از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین آنها انتخابی و از سوی مردم باشد جمهوری می‌داند. ما بر این باوریم که باورها و اعتقادات دینی و ایدئولوژیکی شهروندان و دولتمداران و مسئولین لشکری و کشوری نباید در امور اداره دولت و کشور دخالت داشته باشد و کشور باید با خرد جمعی و با رعایت کامل موازین جهانی حقوق بشر اداره شود. ما به دموکراسی و حکومت مردم به مردم و آزادی همه احزاب، آزادی بیان، آزادی سندیکا و دیگر آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در پیمان جهانی حقوق بشر باور داریم. ما حکومت اسلامی را نه جمهوری، نه دموکراتیک و نه لاییک نمی‌دانیم و معتقدیم که این حکومت دینی به هیچ وجه قابل اصلاح و تغییر از درون یا بغل نیست و هرگز نباید به آن دل بست. در یک کلمه میتوان گفت که رفاه، آسایش، آرامش و امنیت بشری و حفظ زیستگاه در گروه یک واژه است و آن هم جمهوری است. خیلی ممنون که به من گوش دادین. الان از جناب آقای متین دفتری خواهش میکنم که برای ما درباره تاریخچه جدایی دین از دولت یا همون لایسیته یا سکولاریسم در ایران صحبت کنم. من آقای متین دفتری رو به شما معرفی نمی کنم برای اینکه تمام شما رو میشناسم و میدونم که تک تک شما آقای دکتر متین دفتری رو خیلی بهتر از من میشناسید و با سوابق و کارنامه درخشان ایشون آشنایی داریم. فقط به خودم اجازه میدم چون یه چیزی همیشه تو کلم هست اینا بگم با اجازه آقای متین دفتری. بعد از انقلاب همه ما که اسیر اون کاریزماتیک خمینی بودیم و نمیدونم غرق اون حکومت خمینینا، آقای متین دفتری و حزب دموکراتیک مردمیش اولین حزب و جریانی بود که علیه رژیم جمهوری اسلامی و خمینی تظاهرات در تهران گذاشت و گفت این حکومت دینی دموکراتیک نیست و نباید با این همکاری کنه. حالا امیدوارم که خودش در صحبتاشون به مثلا اشاره کنه. جناب آقای متین دفتری بفرمایید. خیلی ممنون آقا. این جبهه دموکراتیک ملی بود که بعد از مستقر شدن خمینی ما کوشش کردیم سامان بدیم که بلکه او را متوقف کنیم که متاسفانه نتوانستیم و
حد کافی حمایت نشد به مشروطیت. بحث این بود که حکومت بایستی عرفی باشه یا شرعی. در جایی عرفی ها برنده شدن و در جایی با زیرابی رفتن شرعی ها به یه صورتی در واقع پایه ها رو کوشش کردن که سست بکنند. اون جایی بود که دعوای بین شریعت و مشروطیت و شیخ فضلالله نوری و دیگر و مشروطه خان پیش آمده بود. پس کلمه عرفی یک کلمه بسیار جا افتاده است در زبان ما و در تاریخ ما و در سوابق تلاش هایی که مردم ما برای در واقع جدایی دین از دولت هستند، ولی آزادی خواه هستند و دموکرات هستند و میگویند که شما اگه استفاده از کلمه لایک بکنید یا صحبت از سکولر بکنید، جماعتی در توده های مردم ایران با تبلیغاتی که علیه شما میشه به شما خواهند گفت که شما لامذهبی است و ضد مذهبین و میخواهید مذهب رو بزدایید. در صورتی که کلمه عرفی این رو نمیشه. عرفی در مقابل شرعی، حکومت عرفی در مقابل شرعی. به هر حال این حکومت عرفی یه پایه هایی داره و پایه اصلیش این است که جدایی دین از دولت و تعیین قلمرو هر یک در رابطه با دیگر. قانون اساسی بنویسن یا قانون تشکیلات عدلیه بنویسن، قانون آیین دادرسی بنویسن، قانون جزا بنویسن و بدون اینکه زمینه قبلی داشته باشن. یعنی این حاصل یک قرن در واقع حاصل یک قرن تمرین و تلاش و تدبیر و تفکر بوده. این انقلاب مشروطیت انقلاب بی‌بته نبوده، انقلاب بوده که بته داشته، ریشه داشته، پایه داشته تو جامعه ما و به همین علت هم تا به امروز هنوز مهمترین سندی که ما در کشورمون داریم اسنادی است که از انقلاب مشروطیت برای ما باقی مونده. و این مشروطه خواهان اون چنان در کار خودشون مصر بودن و کار اصلیشون هم این بود، با وجودی که در قانون اساسی، در اون متمم قانون اساسی بالاخره مذهب رسمی به مشروطه خواهان تحمیل شد، ولی در عمل اون چی که قانون گذاری کردن و به اون شکل اون اقداماتی کردن خارج از اصلا مذهب رسمی شد. یک مسئله تشریفات بیش از اون چه که تشریفات یا زور روحانیون بیش از اون چه که حکومت باشه. حکومت در عمل لایق شد و ما می‌بینیم که سیر تحولی که برای شکل دادن به دادگستری به عدلیه در ایران شکل گرفت از بعد از فرمان مشروطیت و تنظیم قانون اساسی، یک سری اشخاص هستن، یک سری رجال هستن، یک عده‌ای هستن که معتقدان به این با هم خوب نیستن، با هم دوست نیستن، با هم رقابت دارند، ولی در این زمینه همه با هم متحدن سر یک شعار. هر کس که بار رو زمین میذاره اون یکی برمیداره. هر کس که 2 روز کابینه ها کوتاه مدت بودن، مجلس تشکیل نمیشد به دلیل اینکه جنگ بین الملل اول پیش آمد، اولتیماتوم روس پیش آمد، قرارداد 1907 روس و انگلیس پیش آمد، تمام اینها پیش آمدن و همهشون بازدارنده بودن. ولی در همین بازدارندگی ما میبینیم که در همون سالهای آخر جنگ بین الملل اول در ایران قانون مجازات و عرفی می‌نویسن. یعنی یک قدم خیلی اساسی در نفی تمام مجازات‌های شرعی و حدود الهی و قصاص و دیات و سایر تعزیراتی که بعد از سالها خمینی آمد به جامعه ما در واقع تحمیل کرد. قانون داشته باشه و هیچ مذهبی، هیچ عقیده‌ای، هیچ نهله‌ای، هیچ تفکری، هیچ گونه امتیازی بر دیگران نداشته باشه. البته این قضیه فقط موقعی به نظر من معنای واقعی پیدا میکنه که جامعه هم آمادگی برای این کار داشته باشه. یعنی فرهنگ جامعه هم در این زمینه آماده بشه و مردم به طور عامی و عادی این رو بپذیرن و این یک
و درجات مختلف، ولی در مقابل این حرکت اسلام سیاسی که در خارج از ایران ما الان داریم میبینیم، فکر میکنم که ایرانیان در این حرکت برندن، به دلیل اینکه با گوشت و پوستشون تمام اینها رو تجربه کردن و شناختن و در این اتفاق درست در جایی که در مصر اخوان المسلمین بیشترین رأی رو میاره، در ایران فدایان اسلام اصلا رأی نمیارن، در صورتی که یک زمانی ممکن بود رأی هم صحبت‌های آقای قاسمی گوش کردیم و از همه شما اجازه می‌خوام از طرف شما این دسته گل رو به آقای متین دفتری تقدیم کنیم و امیدوارم که اون زحمت بشه تا پاریس با خودش ببره از طرف دوستان لجنتی. خیلی ممنون. ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان.